ساکنان شرفمند ناحیه وخش سالگرد استقلالی دولتی کشور را با کارهای آبادانی و سازندگی افتتاحی انشاءات گوناگون معیشتی و خدمترسانی استقبال نمودند. در روز تجلیل از این سرنه فرخنده بینای مؤسسه شبکه‌های کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان، رهبریت ناحیه وخش و دیگر هیئت همراهان مورد استفاده قرار داده شد. بینای مذکور با دستگیری رهبریت حکومت کشور، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شریکان رشد در دایره تطبیق لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان با خرج 5 میلیون سومانی بنیاد گردیده از 22 حجره‌های خدمترسانی مجهز با تجهیزات و واسطه‌های معاصر طبی عبارت میباشد. بنیاد انشاءات مذکور و بهداشت صفت خدمترسانی طبی به ساکنان مساعدت میکند. در این روز همچنین در دهه نوزمین جماعت شهرک زرنیسار با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و صاحبکاری محل مرکز سودای مواد عضوقواری و انباری نگهداری محصولات افتتاح یافت. همچنین در دهه شرشر جماعت شهرک زرنیگار مغازه فروش مال و محصولات نیازی مردم به استفاده سپرده شد. افتتاحی انشاءات مذکور نه تنها بر رشد اینفراستراکتور دهات مساعدت میکند، بلکه مشکل ساکنان را جهت دسترسی به محصولات عضوقواری آسان نموده باعث با جای کاری تامین شدن 10 نفر ساکنان گردید. در جماعت دهاتی رودکی ناحیه نیز مرکز خدمترسانی واسطه‌های نقلیاتی گشوده شد. افتتاحی انشاءات مذکور مشکل ساکنان ناحیه را جهت دسترسی به این نموده خدمترسانی آسان نموده در یک مورد 4 نفر ساکنان محل صاحب جای کاری دائمی شدند. در ادامه تنتنه‌های ایدانه در مجمع آفتابک ناحیه نمایش دستاوردها و هنرهای مردمی به دیدگاه نظر اشتراکداران گذاشته شد. گلدوزی‌های با هنر و سلیقه بلند آماده شده، هنرهای بافندگی، مهره‌کشی، مصوری، صنعت کلالگری و دیگر نمونه‌ها نمایشگاه زحمتکشان ناحیه را زینت بخش بود. جمع آمد تنتنوی و چاره‌بینی فرهنگی ساکنان با شادباشی‌های رهبریت ناحیه آغاز یافت. رهبریت ناحیه اشتراکداران این نمایش ایدانه را با 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک گفته برایشان روزگاری با سعادت و زندگی شایسته را تمنا نمود. ذکر گردید که استقلالیت شرف، ناموس و کفیل شکوفایی دولت و ملت سرچشمه خوشبختی و پیروزی های خلق کشور است. با شرافت استقلال و آزادی و دستگیری های رهبریت حکومت کشور، سرمایه‌گذاری صاحبکاران و ساکنان ناحیه وخش نیز از نگاه معماری و شهرسازی سیمای خود را کلاً دیگر نموده در همه بخش‌ها پیشرفت و موفقیت‌های بی‌نظیر را نایل گردیده است. سپس نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان اهل طولا را با این سنه فرخنده جشن استقلالیت دولتی کشور تبریک گفته ذکر داشت که با گذشت 34 سال از صاحب استقلالی وطن، تاجیکستان با تشبث‌های بی‌نظیر سرور دولت در جوده بنیاد دولت آزاد و صاحب اختیار، جهد و تلاش فرزانه فرزندان با ننگ ملت در همه جبهه‌ها رشد نمود. مهمتر از همه تاجیکستان توسط استقلالیت همچون دولتی صاحب اختیار در عرصه جهانی معرفی گشت و ملت تاجیک همچون ملت کهن تمدن اعتراف گردید. اهل اشتراکداران را همچنین نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، رهبریت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان نیز شاد باش گفتند و از زحمت و تشبث‌های بی‌واسطه سرور دولت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تشبث‌های سازنده و خیرتمندانه و دورندشانه رهبریت حکومت کشور یادآور شدند. تاکید گردید که چنان پیشوای ملت ابراز داشتند به دست آوردن استقلالیت کار بسیار دشوار و زحمت طلب می باشد، ولی حمایه پیروزی و دستاوردهای استقلالیت کاری از آن هم دشوارتر و پرمسئولیت است. به قدر استقلالیت، آزادی رسیدن، خدمت‌های شایسته پیشوای ملت را گرامی داشتن، راه انتخاب کرده خلق تاجیک را حفظ کردن، سیاست عاقلانه، خیرتمندانه و دورندشانه پرزیدنت کشور را جانبداری نمودن و حفظ استقلالیت دولتی تاجیکستان سهم گذاشتن در جاده بنیاد دولت ملی، حقوق بنیاد و دموکراتی تاجیکان قرض انسانی، وجدانی و شهروندی هر یک ما به حساب می رود. در وضعیت خاطرمان با فرمان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، فعالان ساحه با افتخارنامه حکومت جمهوری تاجیکستان و مکافات دولتی
қадршиноси шуданд. ҳамчунин ғолибони озмунҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ва фаъолони соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия барои саҳмгузорӣ дар пешрафти ҷомеа бо ифтихорномаву сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби фарҳангиро мураттаб аз суруду таронаҳои тараннумгари истиқлолу озодӣ пешниҳоди иштирокдорон намуданд. чанде аз ҳунармандони шинохтаи кишвар ва ансамбли рақси падида бо рақсҳои ҷолибу сурудҳои дилошӯб хотири иштирокдоронро ҳолида сохтанд. 34-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш бо шукӯҳ, шаҳомат ва хотирмону мутантан таҷлил карда шуд. ҳасанзода Оймов, Фирузи Хуршед, Намозали Иргаш барои барномаи иттилооти ахбор аз ноҳияи Вахш.